من اندرس ویدمارک هستم. در حال حاضر به عنوان یک مترجم، ویراستاگر و واژه شناس کار میکنم. چه بگم، دکترای ایران شناسی یا دقیقاً زبان‌های ایرانی دارم از دانشگاه اوپسالا. یک پایان‌نامه نوشتم راجع به ادبیات پشتو، دقیقاً داستان کوتاه پشتوی معاصر در زمینه جنگ و بحران از سال 2011. من بسیار علاقه دارم به کشور افغانستان و پاکستان و ایران و مخصوصاً به ادبیات و فرهنگ افغانستان. اول میخوام از همه بینانندگان گرامی پوزش میخوام به علت اینکه نمیتونم خوب به فارسی صحبت کنم و راحت‌تر میشه به زبان مادری صحبت کرد. ببخشید. Jag har översatt 6 stycken noveller, 3 stycken från Pashto och 3 stycken från Dari. من 6 داستان کوتاه را ترجمه کردم. 3 تا را از زبان پشتو و 3 تا را از زبان دری. به نظر من این داستان‌ها از نگاه نو با هم خیلی متفاوتند، هم از نگاه شکلی و ساختاری و هم از نگاه محتوا. همچنان بعضی تفاوت‌ها را بین داستان‌هایی که به پشتو نوشته شدند با داستان‌هایی که به دری نوشته شدند می‌توان ملاحظه کرد. 3 داستانی که به دری نوشته شدند کمی طولانی‌ترند و به نظر من شکل بیان آنها ملموس‌تر است. از جمله داستان ملیه است که در سوریه جنگ زده رخ می‌دهد و در مورد یک مسئله مهم است که آن حضور افغان‌ها در این جنگ می‌باشد. این حضور که شاید اجباری نباشد اما مانند یک درد لازم و ضروری است که به آن پرداخته شود. آنها به یک شکلی فریب خوردند که در این جنگ اشتراک کنند به منظور پول درآوردن و اجازه یافتن برای ماندن در ایران. این یک داستان بسیار ریالیستیک است با جزئیات و واقعیت‌هایی که اغلب هم غم‌انگیز است، اما یک زبان بسیار قاطع و گیرا دارد. ما به جز این داستان 2 داستان دیگر هم داریم که تا حدی با هم شباهت دارند. یکی از آنها آینه بخت است که بر موضوع این که زن بودن در افغانستان چطور میتواند باشد تمرکز میکند. یعنی نقش و وظیفه زن در افغانستان به چه شکلی بوده میتواند و یک زن تا چه حدی میتواند در حق تصمیم گیری و در قسمت امکانات اداره کردن زندگی خود محدود باشد. این داستان به یک ژانر یا نوع ادبی که در داستان نویسی افغانستان بسیار معمول هست پیوست می‌خورد. خواندن این داستان هم بسیار با ارزش میباشد. این داستان در 2 دوره مختلف زمانی رخ میدهد. از یک طرف زمانی که در گذشته اتفاق میافتد، او در آنجا با یک مردی که خود او را انتخاب نکرده ازدواج میکند. مردی که نسبت به او تدریجاً یک نوع نفرت نزد او به وجود میآید. از طرف دیگر دوره زمانی دیگری است که در آن ماهبری که شخصیت اصلی داستان هست در خانه یک خانواده کار می کند که این زمان 10 سال بعد می باشد، زمانی که او دیگر از آن مرد جدا شده است، زمانی که در آن او آرزو می کند که لباسهای زیبا بپوشد، خود را آرایش کند و امثال آن. این داستان هم به نوبه خود بسیار گیرا می باشد. یکی از داستانهای دوست داشتنی من داستان دوجانه می باشد. برایم مشکل بود که نام داستان را درست ترجمه کنم. من آن را به 2 تا در یکی به زبان سویدنی ترجمه کردم. خلاصه یک مفهوم برای حامله یا باردار. اما این نام معنی 2 جسم و یا 2 روح را بیشتر افاده می کند. یعنی کسی که دارای روح دوگانه است،
به عبارت دیگر 2 تا در یکی. به نظر من این یک داستان بسیار پرهیجان است که بعضی خصوصیاتی سبکی را که به نام ریالیسم سحرآمیز یاد می شود دارا می باشد. این داستان پدیده های مانند اعتقادات مردم و خرافات در افغانستان را نشان می دهد. داستان یک متن چند لایه دارد. باید چندین بار نوشته را خواند تا آن را دید و فهمید. به صورت متواتر چیزهای جدیدی در نوشته بروز می کنند که از دیدنشان غافل شدیم. اما تمام نوشته اساساً شامل یک موضوع می باشد که همین موضوع دوجانه است از جوانب مختلف. من بیشتر از این محتوای داستان را برملا نمی کنم. بهتر است تا خودتان آن را مطالعه کنید. اما این را می توانم بگویم که یک پایان غم انگیز دارد، اما یک داستان خیلی خوب است. داستان‌هایی که به پشتو نوشته شده‌اند کوتاه‌ترند که در واقع این بخش تخصصی من است. من نمی‌خواهم بگویم که در بین این داستان‌ها یکی از آنها را بیشتر از دیگری دوست دارم. هر کدامشان به نوع خود خوبند. اما یکی از آنها که از خواندن آن زیاد لذت بردم داستان کوتاه المر بود. به عبارت دیگر المر یعنی خورشید. این داستان یک دختر جوان و کنجکاوی را توصیف می کند که به زیر سوال بردن اشیا آغاز کرده است. او افکار عادتوار و کارهای یک نواخت روزمره را زیر سوال می برد. چرا همه چیز باید طوری باشد که همیشه بوده است؟ و این را زیر سوال می برد که چرا تمام انسانها مفتون زیبایی ما هستند؟ اما نمی توانند زیبایی آفتاب را ببینند که خود او آن را ترجیح می دهد. به نظر من این داستان به شکل بسیار زیبایی تمام می شود. با یک نوع بازی با کلمات، با اسم او سپوږمی است، یعنی ماه یا نور ما، اما او می خواهد اسمش آفتاب باشد. یک نوع بازی با این عبارات که ماه مؤنث زنانه است و آفتاب مذکر یعنی نرینه است. چرا امکان ندارد این نام را داشت؟ یک داستان دیگر هم داریم به نام دسرخونی ژواندون، یعنی زندگی در سردخانه. این داستان یک چشمانداز و طرز بیان جالب دارد که نقل یا گفتار یک روح یا یک مرده است که در یک سردخانه قرار دارد. در این داستان می توانیم وقایعی را دنبال کنیم که شبانگاه این روح چگونه از راه بازی شطرنج با دوستانش در این مکان خود را سرگرم می کند. این روح مطمئن نیست که چرا در آنجا است، اما در پایان به این معما پی می برد که مرده است. از نگاه تکنیک ترجمه کردن محتوای بسیار مشکلی بود، با جملات بسیار طویل. می توان گفت یک متن بسیار پیچیده، اما با وجود این خیلی سرگرم کننده. این نوشته را هم باید چندین بار خواند تا چیزهای جدید را دریافت. آخرین نوشته به نام مینگر مثلث است. ترجمه آن تقریبا می شود نمایشنامه مثلث عشقی. عبارت دیگری که در سوئدی برای این مفهوم وجود دارد برای استفاده در این مورد زیاد مناسب نیست. از این لحاظ من نام داستان را به 3 عشق باز به زبان سوئدنی ترجمه کردم. این نوشته هم جالب می باشد. در آن 2 شخصیت اصلی وجود دارد. یک مرد که در حاشیه جامعه با سگ و پشک خود زندگی می کند و همزمان یک شخصیت دیگری وجود دارد که معمولاً از آنجا می گذرد و این مرد را نظاره می کند. طوری که بیان می شود چیزی که اتفاق می افتد این است که یک نوع حسادت به وجود می آید. یک نوع حسادت به این مردی که دور از دردسرهای اطرافش با سگ و پشک خود بی تفاوت زندگی می کند. این تماشاچی تلاش دارد بداند که این چه هست که در بین این همه افراد فقط این مرد و سگ و پشکش تا این حد توجه او را به خود جلب کرده است. و او به این نتیجه می رسد که علت آن محبت ساده، پاک و معصومی که بین آنها وجود دارد می باشد. یعنی بین سگ، پشک و این مرد. یک محبتی که در جستجویش می توان بود اما به آن نمی توان رسید. این یک چیز مهم است که به آن اشاره می کند. چیزی که مانع او می شود پیش داوری های انسان ها و اطرافیانش است. این که مثلا اطرافیان او از این چه برداشتی خواهند داشت اگر او با اینها سر و کار داشته باشد. به طور خلاصه راجع به همه این داستان ها می شود گفت که هر کدام آن دور یک موضوع جدا می چرخد. تمام آنها به نوعی چیزی راجع به افغانستان تعریف می کنند.
راجع به موضوعات و مشکلات اجتماعی، اما با توضیحات خاص و متفاوتی در هر داستان. میخواهم اضافه کنم که چرا باید این داستانها را خواند. چرا خواننده های سوئدی این داستانها را بخوانند؟ بیشتر سوئدی ها هیچ نمیدانند که افغان ها کی هستند، با وجود این که تعداد زیادی افغان ها در سوئد زندگی می کنند. و این مسئله یک نوع نامطمئن بودن راجع به افغان ها و یک نوع بیگانه سازی افغان ها را به وجود می آورد. ما نمیدانیم که آنها کی هستند. یک نوع حالت ما و آنها به وجود آمده است. پس چرا داستانها را باید خواند؟ به خاطری که به باور من یک شعر، یک داستان، شاید یک رمان راجع به افغانستان که توسط یک افغان، چی در افغانستان یا خارج از افغانستان که زیاد اهمیت ندارد، نوشته شده باشد، خیلی بیشتر راجع به افغانستان تعریف می کند تا یک کتاب تاریخ راجع به افغانستان. یک کتاب تاریخ بیشتر راجع به لایه‌های بالایی جامعه نقل می کند، بیشتر راجع به نخبه‌ها و امثال آنها تعریف می کند تا راجع به انسان‌های عادی جامعه. اگر ما می‌خواهیم بیشتر راجع به افغانستان بیاموزیم، به باور من واضح است که یا باید به آن کشور برویم، با افغان‌ها تماس داشته باشیم، یا باید آثار ادبی آنها را بخوانیم. در آثار آنها اطلاعات ناب زیادی راجع به آنها نهفته است و گنجینه‌های بکری وجود دارد که میتوان خیلی از آنها آموخت. من با اشتیاق زیاد این داستانها را خواندم و آنها را ترجمه کردم. طرز برخورد با داستانها خیلی جالب بود، چون من در حالی آنها را ترجمه کردم که نویسنده داستان برایم گمنام بود و من نمیدانستم که نویسنده داستان زن بود یا مرد. این معما بسیار جالب توجه بود. من کوشش کردم حدس بزنم که آیا نویسنده زن است یا مرد و من فکر میکنم در بیشتر موارد درست حدس زدم. اما برای من شخصاً که یک مترجم هستم واضح است که جوانب تکنیکی ترجمه مهم می باشد، اما محتوا هم برایم بسیار جالب است. هر باری که یک متن ادبی راجع به افغانستان را میخوانم که توسط یک افغان نوشته شده، چیزی میآموزم و خود را غنی‌تر می‌یابم. باید بگویم که داستان دوجانه یکی از داستان‌های محبوب من است. از نگاه محتوا یک داستان منسجم است. ترجمه کردن آن زیاد مشکل نبود. در قسمت محتوای آن باید خوب غور می‌کردم که بدانم در نوشته چه اتفاقی می‌افتد. چون جست‌های زمانی در نوشته رخ می‌داد. متن زیاد غم‌انگیز است. اما من قبلا گفتم که خصوصیات سبکی را که به نام ریالیسم سحرآمیز یاد می شود داشت. اما همزمان خواص بارز ریالیسم هم در آن مشاهده می شود. راجع به یک زن تعریف می کند که برای بار 8م طفل به دنیا می آورد. در 7 بار قبل یا اطفال مرده به دنیا آورده است یا اطفالی که اندکی بعد از تولد مردند. و اکنون به کمک یک نوع خرافات او بالاخره صاحب فرزند می شود. نمیدانم اکنون تا چی حد فاش کنم. به طور خلاصه می توان گفت که او تخم مار می خورد، چون گفته شده که نظر به اعتقادات مردم این کمک می کند تا طفل جان سالم به در ببرد. می خواهم بگویم که این می تواند واقعیت باشد. یک اندازه واقعیت می توان در آن یافت اگر به افغانستان و باورهای حاکم در آن نگاه کنید. این داستان یکی از برگزیده های من است، اما من میخواهم همچنان درباره داستان المر یادآوری کنم. من از خواندن آن لذت بردم. خواندن راجع به این دختر جوان زیاد لذت بخش بود. با آن همه سرکشی او و دیدگاه او در زمینه زیر سوال بردن همه چیز و به این نتیجه رسیدن که برای بهتر شدن و رشد و تعالی باید مسائل را زیر سوال برد. من ابراز سپاس می کنم که امکان ترجمه این نوشته ها را یافتم و همچنان می خواهم از این ابتکار که این نوع جشنواره ادبی برگزار می شود ستایش کنم. و من همچنان می خواهم ذکر کنم که این قابل تحسین است که هر دو زبان، یعنی هر دو زبان رسمی افغانستان شامل این جشنواره شدند، پشتو و دری. معمولا این زبان ها از هم جدا نگه داشته شدند. جشنواره ها یا به زبان فارسی بوده و یا پشتو، اما این بار هر دو زبان با هم یک جا نگه داشته شدند و به نظر من این ابتکار با همان راهی که افغانستان پیش رو دارد مطابقت می کند و همچنان در آینده باید دنبال شود. من پژوهش‌های گوناگونی در اینترنت انجام می دهم
و در شبکه‌های اجتماعی فعال هستم. می‌بینم که بعضی تنش‌ها و اختلافات بین این گروه‌های زبانی وجود دارد که می‌تواند مانع این برنامه شود. از این لحاظ به این باورم که یک ابتکاری خوبی بوده است و شاید در آینده بتوان زبان‌های دیگری از افغانستان را هم شامل ساخت که یک کاری جالب خواهد بود. و سرانجام امیدوارم مردمانی که در سوئد زندگی می‌کنند و راجع به افغانستان کم می‌دانند امکان پیدا کنند این نوشته ها را بخوانند و شامل این جشنواره شوند. Folk som bor i Sverige som inte kan så mycket om Afghanistan får möjlighet att läsa de här texterna och kanske får inkluderas på något sätt i den här festivalen.